سلام دوستان، مهدی محجوب هستم و در این ویدیو قصد دارم اشاره‌ای به انواع خطوط رایج خوشنویسی بکنم. شاید ضرورت نداشته باشه که یک گرافیست خوشنویس هم باشه، اما حتما آشنایی با خطوط یکی از مهارت‌های ضروری طراحی گرافیکه و لازمه که طراح اسامی خطوط، کاربردها و قابلیت‌هاشون رو بدونه. اولین باری که در نقطه‌ای از دنیا که ایران هم جزوشه و الفبای تقریبا مشابه داره، بحث زیبایی خط در کنار خوندن به شکل جدی مطرح شد، اصطلاح قلم‌های ششگانه یا اقلام سته هم به وجود اومد. تا پیش از اون با خطوطی مثل انواع مختلف کوفی و نسخ قدیم بیشتر نگارش و مکاتبه انجام میشد و زیبایی شناسی نوشته اهمیت اولیه نداشت. ابن مغله وزیر ایرانی عباسیان که خودش هم خوشنویس بود، تصمیم به ساماندهی قلم‌های خوشنویسی رایج گرفت و برای این کار زحمات زیادی کشید. البته نهایتاً عباسیان دست ابن مغله رو قطع کردن که نتونه دیگه خوشنویسی بکنه. نکته مهم اینه که این قلم‌های ششگانه هیچ کدوم خاص ایران نبودن و به طور کلی در جهان اسلام رواج داشتن. این قلم‌های ششگانه عبارتند از محقق، ریحان، سلس، نسخ، رقاع و توقیع. تقریبا همه این خطوط و خطوط دیگه‌ای که در ادامهشون میگم فونت‌های آماده هم دارن که اگه با این خطوط آشنایی پیدا کنید در صورت لزوم میتونید از فونت‌ها هم استفاده کنید. اولین خط از خطوط ششگانه محقق هستش. محقق به معنای خوشقد و قامت و استواره. ابداع این خط احتمالاً به وسیله خود ابن مغله انجام شده و بعدها تکمیل شده. خط محقق اصالت زیادی داره. خط محقق شباهت‌های زیادی به کوفی معمولی نشون میده. در واقع خط محقق رو تکامل یافته کوفی میدونن. این خط در عین سادگی بسیار باشکوه و پرکاربرده. با توجه به فضای باز بین حروف مناسب کتاب و نگارش قرآن بوده. در واقع مزیت محقق خواناییشه. خط دوم خط ریحان یا ریحانی هستش که خودش از خط محقق شکل گرفته، اما خیلی ظریف‌تره و به همین دلیل هم به گل و برگ نسبتش میدن و اسم ریحان رو روش گذاشتن. ابداعش رو به ابن بواب خوشنویس عراقی نسبت میدن. در واقع برای سری‌نویسی کتاب‌ها خط محقق رو تغییراتی دادن و نازک‌تر کردن و به ریحان رسیدن. محقق و ریحان در بسیاری از کشورهای اسلامی تا قرن 16 و 17 میلادی برای نوشتن قرآن و کتاب‌های دیگه استفاده می‌شده چون خیلی خوانا بودن هر دوشون. ریحان بیشتر از محقق دوام داشته. سومین خط از خطوط ششگانه خط مهم و معروف سلس هستش که باز این خط رو هم ابداع یا حداقل قانونمند شدنش رو به ابن مغله شیرازی نسبت میدن. به این خط مادر خطوط اسلامی میگن. کاربرد این خط کتابت به ویژه نوشتن کتب مذهبی و همچنین کاشی‌ها و کتیبه‌های اماکن بوده. این خط با وجود تأثیر از خط کوفی ریشه‌های بسیار قدیمی‌تر داره و احتمالاً به قبل از ایجاد خطوط اسلامی برمیگرده. سلس به معنی 1/3 هستش، اما مشخص نیست که منظور از این نامگذاری چیه. ممکنه به گفته ابن مغله به دلیل نسبت خمیدگی‌ها و خطوط مستقیم در این خط باشه که 1/3 خط رو مستقیم‌ها و 2/3 رو مدورها تشکیل میدن که البته از خصوصیات سلسه. یا اینکه به خاطر اندازه نوک قلم سلس که 1/3 قلم تومارنویسی بوده این اسم روش گذاشتن. بعضی هم معتقدند چون شما برای یادگیری سلس باید 2 خط از اقلام ششگانه شامل نسخ و محقق یعنی 1/3 از قلم‌های ششگانه رو بلد باشید این اسم رو روش گذاشتن.
سولز هم از خطوطی هستش که در طراحی گرافیک جاهایی که مناسب بوده خوب جواب داده. این خط به طور کلی میل به دور زدن و برگشتن و انحناء و دوایر داره. خطاط‌ها نوشتن سولز رو کار سختی میدونستن. سولز خودش انواع مختلفی داره که دیگه اینجا ازش صرف نظر میکنم. خط چهارمی که احتمالاً اینم ابن مغله ابداع کرده خط نسخ هستش. خط نسخ از این لحاظ که یکی از پایه‌های خط ایرانی نستعلیقه اهمیت زیادی داره. نسخ خط بسیار متناسبیه و اولین خطیه که توش مشکلات و نیازهای مرتبط با اعراب گذاری و آواها لحاظ شده. خط پنجم از خطوط ششگانه خط توقیع هستش. نسبت به خطوط قبلی کمی جدیدتر محسوب میشه. توقیع به معنای امضاه و این خط هم به ویژه در قرون وسطی بیشتر در امضا یا برای اسناد و نامه‌های حکومتی کاربرد داشته. خط توقیع نزدیکی‌هایی با خط‌های رقاع و به ویژه سلس داره و قوانین نوشتنش هم به سلس نزدیکه، اما نوشتنش رو از سلس ساده‌تر میدونند. خط توقیع به وسیله خط رقاع کنار زده میشه. ششمین و آخرین خط از قلم‌های ششگانه اسلامی خط رقاع هستش که دنبال روی خط توقیعه. رقاع یعنی پاره‌های یادداشت و کاغذ. این خط برای نوشته‌ها و یادداشت‌های کوچیک یا خصوصی استفاده می‌شده، اگرچه امروز این خط در کشورهای عربی مخصوصاً در حوزه مدیترانه استفاده‌های دیگه هم داره. معمولاً برای نوشتن متن‌های غیر مذهبی کاربرد داشته. این خط با خطوط نسخ و سلس اشتراکات زیادی داره، اما بیشتر برای تندنویسی به کار می‌رفته. خط رقاع در ایران زیاد محبوب نبوده و امروزه هم تعداد کمی خوشنویس ایرانی ادامش میدن. خط رقاع شباهت زیادی با خط عربی دیگه‌ای به نام رقعه داره که هر دو هم در ایران زیاد رایج نبودن. همچنین نوع اصلاح شده خط رقاع بعدها در خطی به نام قبار در ایران و کشورهای دیگه رایج میشه که سرعت توش مهم بوده و خیلی جنبه خوشنویسی نداشته. خب اینا خطوط ششگانه جهان اسلام بودند که اگرچه ایرانی‌ها تو گسترش این خطوط نقش جدی داشتن، اما هیچ کدوم اختصاصی برای ایران نبوده. اولین خطی که به عنوان خطی ایرانی مطرح میشه خط تعلیقه. تعلیق به معنای آویزون شدن هستش، چون این خط انگار روی صفحه کاغذ شناوره. خط تعلیق احتمالاً از تأثیر خطوط نسخ، توقیع و رقاع و همچنین تحت تأثیر خوشنویسی ایرانی پیش از اسلام ایجاد شده. همزمان با ایجاد خط تعلیق، خط نسخ ایرانی از حدود قرن 11 میلادی دچار تحولاتی شد و با بهبود قلم‌های ایرانی تدریجاً خط تعلیق مورد توجه قرار گرفت. تعلیق خطی تو در تو با ترکیب‌های زیبا و متنوع که گفته میشه به وسیله خواجه تاج سلمانی اصفهانی در قرن 15 میلادی اصلاح و قانونمند شده. کاربرد تعلیق در مکاتبات دولتی و حکومتی بوده، اما برای دیوانهای شعر و نگارش کتب مختلف هم به کار میرفته. نوع خاصی از تعلیق شکست تعلیق نام داشته که برای تندنویسی و نامه‌نگاری به کار میرفته و البته با شکست نستعلیق فرق داره. بعد از رواج تعلیق در ایران، ترک‌ها و مصری‌ها هم از این خط استفاده کردند و البته تغییراتی در اون دادند. خط تعلیق با رواج نستعلیق و بعدتر شکست نستعلیق، همچنین به خاطر خوانا نبودنش برای عوام تدریجاً منسوخ شده. اگرچه قواعد و قوانینش ثبت شده و همینطور خطاطانش هنوز فعالند و آموزش هم داده میشه. اما دومین خط تماما ایرانی بعد از تعلیق نستعلیقه. نستعلیق با تغییر و ترکیب دو خط نسخ و تعلیق شکل گرفته و طی زمان به تکامل و تغییراتی رسیده. اما در قرن 8 هجری قمری یا 14 میلادی دیگه به یه ثباتی میرسه. نظاممند کردن نستعلیق رو بعضیا به میرعلی تبریزی خوشنویس قرن 15 میلادی نسبت میدن
مزیت نستعلیق نسبت به نسخ امکان سریعتر نوشتن اون بوده و نیاز به آهسته نویسی نسخ رو نداشته. همچنین عیوب و کمبودهای خط تعلیق رو هم نداشته. نستعلیق در ابتدا دو سبک شرقی یا خراسانی و غربی داشته. در سبک غربی که در جنوب و جنوب غرب ایران رایج بوده، کلمات ظاهر تند و تیزی داشتند و کشیده ها یک دست و بلند بودند و تناسبش چندان جذاب نبوده. این سبک تدریجاً از بین رفته، اما سبک شرقی یا خراسانی چیزیه که ما الان به عنوان نستعلیق داریم. انواعی از نستعلیق هم در پاکستان و هند و بعضی کشورهای دیگه رایجه که احتمالاً تحت تاثیر نستعلیق جنوبی ایجاد شدن. این خط رو شما حتی به عنوان خط رسمی در رسانه‌های کشورهایی مثل پاکستان می‌بینید. خط نستعلیق یک خط خوانا بسیار محکم و قانونمند هستش که با دیسیپلینی که داره اجازه این که درش زیاد تغییراتی مثلا برای کارهای گرافیکی ایجاد بشه نمیده. معدود اساتید خطاط و گرافیست مثل استاد ممیز و استاد احصایی تونستن تغییرات قابل قبول و موفقی توی این خط بدن تا در گرافیک به کار بسته بشه. این خط زیاد مورد پسند جهان عرب نبوده، به نحوی که من در بعضی کتاب‌های اطلس خط عربی خوندم حتی اون رو خط زشتی میدونن که البته خب سلیقه اوناست. خط نستعلیق رو خیلی تحت تاثیر طبیعت و موسیقی میدونن. حرکات عمودیش رو نشانی از درختان و گلها و حرکات دورانی رو از نشانه تموج توده‌های خاک و چمنزارها یا صدای زیر و بم در موسیقی یا حتی انحنای بدن جانوران میدونن. اینا نکات بصریه که شما به عنوان گرافیست اگر قصد استفاده از نستعلیق دارید خیلی باید بهشون دقت کنید. میرسیم به خط شکست نستعلیق. چند قرن بعد از خط نستعلیق در قرن 11 هجری قمری یا 17 میلادی اواخر صفویه خط شکست نستعلیق در ایران به وجود میاد که واقعا خط زیباییه و در گرافیک هم کاربرد زیادی داره. این خط در اصل برای تندنویسی ابداع میشه اما زیبایی چشمگیری هم داره. ابداع این خط به افراد مختلفی نسبت داده میشه اما قطعاً تثبیت و اوج شکست نستعلیق به دست درویش عبدالمجید طالقانی صورت گرفته و تا امروز هم ادامه داره. خط شکست نستعلیق به دو شکل ساده و پیچیده نوشته میشه. دومی بیشتر برای نامه‌نگاری بوده. فونت‌های کامپیوتری مختلفی هم برای شکست نستعلیق طراحی شده اما متاسفانه هیچ کدوم حتی 50% زیبایی و انعطاف خط اصلی رو ندارن. همچنین برنامه‌های خطاطی مختلفی هم برای نوشتنش درست شدن. من شخصا از شکست نستعلیق در نرم افزار آدوس استفاده کردم که خیلی خوب بوده اما تاکید میکنم که ممکنه برنامه‌های بهتری هم وجود داشته باشن. در هر حال نتیجه به کار بردن برنامه‌های خوشنویسی خیلی بهتر از فونته، حداقل در مورد خط شکست نستعلیق. اینجا یک اشاره هم به خط دیوانی میکنم که در ترکیه عثمانی رایج شده و به مصر هم رفته و جزو خطهای زیبا محسوب میشه. اگرچه بیشتر برای کارهای تجاری استفاده میشده و نه صرفاً خوشنویسی و زیبایی. همچنین استفاده ازش به عنوان پترن در طراحی گرافیک میتونه نتایج خوبی داشته باشه. فونت فارسی خط دیوانی هم موجوده که میتونید ازش استفاده کنید. خط دیوانی از خط ایرانی تعلیق منشأ گرفته. خط قدیمی دیگه‌ای که برای گرافیک خیلی جذابه خط طغرا هستش که از گذشته هم برای نوشتن متن کاربرد نداشته، بلکه عناوین و اسامی مهم رو با خط طغرا می‌نوشتن و گاهی هم عمدن وقتی می‌خواستن واژه‌ی حالت ناخوانا و رمزگونه داشته باشه ازش استفاده می‌کردن. در اصل بعضی‌ها معتقدن که خط طغرا خط مستقل نیست، بلکه شیوه خاصی در نوشتن خطوط دیگه مثل خط دیوانی، رقا و سلس هستش. طغرا بر حسب کشوری که داخلش استفاده می‌شده سبک‌های مختلفی پیدا کرده. این خط بیشتر در بین پادشاهان عثمانی
و بعدها صفوی و قاجار رایج بوده. امروزه هم طغران‌نویسی رواج داره. اگر کسی مهارت نوشتن طغرا رو داشته باشه خیلی براش در کار گرافیک مفیده. به جز این خطوط که گفتم ما چند تا شیوه خوشنویسی معاصر هم در ایران داریم که اغلب جذاب هستن و در کارهای گرافیک به ویژه با سوژه‌های مذهبی و فرهنگی میتونن استفاده بشن. یکی از این خطوط خط معلا هستش که در سال 1378 به وسیله آقای حمید عجمی ابداع شده و بهترین نمونه‌هاش رو در کارهای خود ایشون می‌بینید. فونت کامپیوتری خط معلا هم الان هست. این خط ارتفاع زیادی داره و بیشتر مناسب عناوین و تک‌واژه نویسی هستش تا نوشتن متن طولانی. یک خط جدید و زیبای دیگه که در گرافیک میتونه استفاده بشه خط کرشمه و خط نزدیک اون یعنی خط صفیر هستش. هر دو به وسیله آقای احمد آریامنش خوشنویس و نقاش ابداع شدن. خط کرشمه در سال 1371 با الهام از خط میخی و با نزدیکی‌هایی به خطوط نسخ و سلس ایجاد شده. فونت کامپیوتری خط کرشمه هم موجوده. این خط به نظر من برای تحریر و متن نویسی چندان مناسب نیست. خطوطی که در ایران استفاده می شده بیشتر هستند. اما همونطور که گفتم من به خطوطی اشاره کردم که جنبه خوشنویسی داشتن و پتانسیل اینو دارن که در کار طراحی گرافیک استفاده بشن. امیدوارم این مطلب براتون مفید بوده باشه. تا ویدئوی بعدی، خدا نگهدار.